سخنگوی شهرداری اسفره اقبال تشیف حادثه دیروز در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در بارخ را اغواگرانه نامید. طبق منبع خبر در نتیجه استفاده سلاح آتشفشان از جانب استقامت کنندگان دهه اقصای ناحیه بادکان جمهوری قرقیزستان در روند مناقشه نزد سرحدی که روز 22 ایول سال 2019 در مرز جماعت دهات وارخ شهر اسفره جمهوری تاجیکستان رخ داد، بر اثر تیرپارانی یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان ساکن جماعت دهات وارخ آموزگار قرایف جلال به هلاکت رسیده 4 نفر ساکنان دیگری دهه مجروح گشتند. در پی سنگ پرتایی باشد 7 نفر دیگر ساکنان جماعت دهات وارخ جراحت وزنی جسمانی برداشته به بیمارخانه انتقال یافتند. این حادثه فاجعه بار در نتیجه عملهای نوبتی اغواگرانه استقامت کنندگان دهه اقصای ناحیه بادکند که می‌خواستند مانع کارهای آبادانی نصب پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در سیمچوب حدود جماعت وارخ گردند و هم تحت حمایت مقامات قدرتیشان در حدود قلمرو تاجیکستان نوشتجات اقصای علامت حرکت در راه نه زیاده از 40 کیلومتر ساعت را استوار و پرچم دولتیشان را نصب کردند رخ داد. همین گونه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بار اول نیست و جامعه شهروندی را نهایت نگران کرده است. این گونه مناقشه های اداره نشونده طول یک سال آخر 10 مراتب سر زده، دست کم 6 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. از جانب مقامات تاجیکستان همیشه به عملی و یا خود واکنش های ضعیف و بی تاثیر صورت گرفته جسارت اهالی کشور همسایه را در غصب زمین تاجیکستان بیش از پیش افزوده است. حالا در خط علاقه با ما پروفسور دکتر علوم حقوق شناسی شاکر جان حکیموف حضور دارند. استاد سلام و می گفتید که چرا مردم قرقیز با جسارت تام هر دفعه آشکارا دست به شکستن تعهدات میزنند و جانب تاجیکستان به این همه وحشانیت ها و عمل های قاتلانه خیلی به طور احتیاطکارانه و ملایم واکنش نشان بدهد؟ همچون یک حقوقدان و سیاستمدار نظر خود را می گفتید. وقتی که قرقیزها این دفعه چنین عمل کردند، این نه تنها تمامیت ارضی و یک تاجیکستان را خللدار می‌کند، ولی همزمان تهدید به اختیاری و استقلالیت تاجیکستان می‌زد و بنابراین کمیته مربوطه دولتی که وکالت دارد و صلاحیت‌هاش را پارلمان هر دو کشور موافقه نموده است، باید کار را به انجام رسانند، زیرا که این خیلی شد و تا زمانی که نامعینی هست پیدا شدن این گونه نزاع‌ها و احتمالیت تلفات جانی از هر دو جانب نیز به نظر میرسد. ولی یک چیز عیان است، چون جامعه قرقیزستان نسبتاً آزاد است، جامعه شهروندی متشکل و حزب‌های سیاسی نیز مکمل‌تر است، آنها می‌توانند که افکار جمعیتی را در حال به وجود آورده بهتر رسیدن به هدف‌های معین و مشخص، پیش‌های مشخص اجتماعی را سفربر کنند. ولی چون در تاجیکستان همه گونه تشبس‌ها پخش می‌شود و جامعه شهروندی نامکمل و بسیار حزبی اداره شونده است، در همین گونه حالت‌ها نیز رسیدن به هدف معین تا حتی حمایه از مرز بوم تاجیکستان نیز مشکل‌تر می‌شود. بنابراین این طرف مسئله باعث نگرانی است و اگر این برمی‌خواهد که تاجیکستان واقعا موفق باشد و در حالت‌های استثنایی به طور متشکل به همه گونه تهدید و خطرهایی که از عوامل خارجی و از جمله از قرقیزستان برمی‌آید مقاومت کند، باید روحی ملت را آزادتر باید کرد و از سرکوب کردن و پخش کردن
همه گونه تشبس جامعه شهروندی کوتاهی باید نمود. به اندیشه شما از لحاظ حقوقی قرغیزها که مرز را عبور کرده در زمین تاجیکستان پرچم خود را پرافشان کردند، آیا جانب تاجیکستان از روی قوانین بین المللی و نظام سرحدی می توانستند که شهروندان قرغیزستان را بازداشت کرده به جوابگری کشند؟ وقتی که برخلاف ترتیب مقرر شده خط مرز را عبور کردند و به بگذار تا امروز مکان تنظیم نشده، ولی از جانب تاجیکستان تا یک اندازه پذیرفته شده است که اون قلمرو تاجیکستان است، اما آنها پرچم خود را زدند. این باعث نگرانی است. کوشش‌های سرحدی، ساختارهای مربوطه مقامات امنیت در شهر ایسفر و دیگر جزو سام‌های وزارت کارهای داخلی ویژه نیز در ایسفر وجود دارند، همچون کشوری همجوار و همسرحد با ازبکستان و قرغیزستان. بنابراین با در نظر داشت تجربه های ازبکستان و دیگر کشورهای فتح شوروی باید عکس عمل نشان میدادند، چون که همین گونه کردار را وقتی که چند سال پیش در مرز ازبکستان وجود داشت و دایره های معین منطقه کوشش کردند که همین گونه رفتار کنند، در حال وزارت مدافع و کوشش‌های سرحدی نشین جامعه شهروندی ازبکستان متشکلانه عکس العمل نشان دادند. در نتیجه قرغیزها این گونه رفتارها را در مورد ازبکستان روا نمی‌بینند و چرا که پیامدهای منفی آن را نسبت خود احساس می‌کنند، ولی تحمل پذیری نیز باید حد داشته باشد و دایره‌های وکالتدار دولت باید نگذارند که وضعیت تا این درجه رسد، زیرا که البته چند نفر آموزگار و کارمندان مقامات حزبی خود زخمی شدند یا مردند، فوتیدند، که این البته باعث بیشتر گردیدن آبروی دولت تاجیکستان نمی شود و برعکس زمینه‌های اجتماعی دولت خللدار می گردد. فرهاد خدایرف، کارشناس مسائل حقوقی، به پیام گفت باید این مناقشه های مرزی دو کشور همسایه با طور دیپلماتی حل شود و برای همگرایی ساکنان نزد سرحدی هر دو کشور از دو جانب شخصان حرفه‌ای سر کار آیند. باید هر جانب، هم حکومت تاجیکستان و هم حکومت قرغیزستان به طور دیپلماتی این موضوع را حل فصل نمایند و نزاع‌هایی که به میان میآید در بین همین مرز، البته این از جانب گروه یا نفر راه اندازی می شود. البته این برای که من بعد به همین من بعد دیگر همین مسئله ها راه اندازی نشود و عاملان همین تشکیل کنندگان همین مسئله نزاع ها را باید خدمات استخباراتی هر دو کشور پیدا کنند و به همین موضوع خاتمه بخشیده شد از هر دو جانب، خود از جانب تاجیکستان باشد، خود از جانب قرغیزستان، اینک به جوابگری کشیده شوند و همون علامت هایی که در دو مرز است، در بین دو مرز است، اینک علامت گذاری شوند، علامت گذاری به طور فوری علامت گذاری شوند و از کدام طرفی که از کدام جانبی که به کدام جانبی که همین زمین تعلق دارد به همون جانب که برگردانده شود به نزاع به یگان و به طرز یعنی که کمیسه مخصوص تشکیل کنند و همین زمینه به کدام که دولت تعلق دارد برگردانند. همین باعث تأسف است که مناقشه های مرزی هر دفعه با قتل و کشتار تمام می شود. سربازان تاجیک با طور تحقیرآمیز خلع سلاح و لط و کوب می شوند. قتل شدن و سنگباران شدن ها ادامه دارد، ولی هیچ کاری از دست حکومت دارانی ما ساخته نیست. به نظر می رسد حکومت تاجیکستان از حد زیاد دوراندیشی می کند و یا کسی در حکومت یافت نمی شود که برای حل این قضیه یگان فکر سازنده داشته باشد. بنابر با استفاده از اندیشه صاحب نظران اینجا می خواهم برای حل مشکلات مرزی چند از پیشنهادها را ارائه کنم. سر اول تنها راه حل این مناقشه مذاکره مقامات دو کشور با نشستن به سر میز و بحث و گفتگو است
که نتیجهش توافق مورد رضایت طرفین باشد. در این گونه مناقشه ها وقت طرفین دوام میخواهند سر میز مذاکره نشینند، پیش از نشستن هر طرف باید نقشه در دست داشته باشد. تا زمانی که شما یک نقشه خوب در اختیار نداشته باشید، مطمئن باشید در مذاکرات بای میدهید. حالا تاجیکستان دو نقشه برنده میتواند داشته باشد. یکی خریطه دوران شوروی که طبق آن زمین‌هایی که قرغزها امروز ادعای مالکیت آن را میکنند جزء از تاجیکستان است. اما یک مشکلی اینجاست که آنها به صورت دقیق علامت گذاری نشده اند. نقشه دیگر باید با توجه به اینکه هر دو طرف ادعای مالکیت این زمین ها را میکنند، تا زمانی که توافق حاصل نشود، یعنی قبل از نشست سر میز مذاکره، پیشنهاد این است که حکومت تاجیکستان پیش از مذاکرات فوراً آن مناطق را به خاطر جلوگیری از درگیری شهروندان مناطق نظامی اعلان کرده ارتش خود را در تمام نقاطی که از تاجیکستان است مستقر سازد. این کار باید فوراً صورت بگیرد. در صورت اعتراض جانب قرغز، تاجیکستان میتواند اعلان کند که این اقدام ها موقتی و برای جلوگیری از درگیری شهروندان است و تا زمان حل و فصل نهایی مناقشه ارتش میماند و زمانی که توافق حاصل شد آن وقت طبق آن عمل خواهد کرد. بار دیگر تاکید میکنم که باید تاجیکستان فوراً در این مناطق ارتش خود را مستقر سازد و این اقدام فقط یک جسارت میخواهد و بس. اقدام غیر قانونی هم نیست. این یک پیشنهاد کاملا منطقی است و تنها کاری است که میتواند از خونریزی جلوگیری کند.